درود بر شما. من هومن شهبندی هستم. امروز دوشنبه 3 دسامبر 2012 میلادی مقابل اتحادیه اروپا هستم. همونطور که میبینید پشت سر بنده بنر بزرگی، بیلبورد بزرگی از عکس خانم نسرین ستوده و آقای پناهی نصب شده و قراره در چند روز آینده جایزه ساخاروف که به این دو عزیز تعلق گرفته رو تقدیمشون بکنه. در این زمینه با آقای انور میرستاری فعال سیاسی مصاحبه کردم که توجه شما رو به این مصاحبه جلب میکنم. هومن شهبندی، پارلمان اروپا، بروکسل. آقای میرستاری، مرسی که وقتتون رو به من دادید. میخواستم یک مقدار توضیح بدید که امروز 3 دسامبر در بروکسل چه اتفاقی میخواد بیفته. امروز 3 دسامبر در بروکسل برای ما ایرانی ها خیلی روز بزرگی هستش، به خاطر اینکه همونجوری که میبینیم در پشت سر ما عکس خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی رو بر سردر پارلمان اروپا زدن. در نتیجه از امروز تمام اروپاییایی که وارد این پارلمان میشن از زیر این عکس‌ها رد خواهند شد، این عکس‌ها رو خواهند دید و فکر خواهند کرد که در ایران حتما مشکلات حقوق بشری هست که عکس این دو عزیز را به اینجا زدم و من خوشحالم که پارلمان اروپا این کارو کرده. قراره که یه جایزه‌ای هم به خانم ستوده و به آقای پناهی داده بشه. یک مقدارم از این توضیح بدید. نزدیک 1 ماه پیش پارلمان اروپا تصمیم گرفت از بین چندین نامزد جایزه ساخاروف به خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی این جایزه را بده به خاطر تلاش‌ها و فعالیت‌های انسانی که این دو بزرگوار انجام دادن. ولی مراسم رسمی اهدای این جایزه در روز 13 دسامبر در پارلمان استراسبورگ خواهد بود که شخصیت‌های ایرانی مثل دکتر لاهیجی، خانم شیرین عبادی، احتمالاً خانم شادی صدر و خیلی از زنان مبارز و مبارزین حقوق بشر نیز در اونجا حضور پیدا خواهند کرد. جای بسیار تأسفه که خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی ممنوع الخروج و زندانی هستند و اون روز نمیتونن در اونجا حاضر بشن. آقای میرستاری، آیا کسی مشخص شده دقیقاً چه کسی این جایزه ها رو دریافت میکنه که به دست خانم ستوده و آقای پناهی برسونه؟ بله مشخص شده، ولی من شخصا نمیدونم کیان. مشخص شده. بله. از اینکه وقتتون رو به من دادید بسیار از شما سپاسگزارم. از شما هم ممنونم که خیلی زحمت کشیدین که تمام این مراسم رو همیاری کردید و میدونم که یک تظاهراتی هم مقابل پارلمان اروپا همین پشت این ساختمون است. از این هم یه توضیح کوتاه بدین ازتون ممنون میشم. من هم اجازه میخوام از تمام هممیهنان خودم ایرانیای ساکن بلژیک تشکر کنم که در این چندین روزی که ما اینجا چادر زده بودیم به حمایت از خانم نسرین ستوده ما را پشتیبانی کردن. در این سرما و برف اومدن در کنار ما ایستادن تا صدای ما، در واقع صدای خانم نسرین ستوده را به گوش جهانیان برسونن. امروز از ساعت 1 یه میتینگ اینجا داریم، سخنرانی داریم که معاون پارلمان اروپا خانم ایزابل دوغان و رئیس کمیسیون حقوق بشر خانم باربارا لوخبیلر و خانم تاریا کورنبرگ که رئیس امور ایران اروپا است و میخواست به خاطر همین مسائل به ایران بره، سفرش هم لغو شد، در بین ما خواهند بود. علاوه بر آنها سناتورها، روزنامه‌نگاران و مبارزین حقوق بشر ایرانی که از فرانسه و آلمان اومدن الان هم در بین ما هستن سخنرانی خواهند کرد. بسیار از شما ممنونم. قربان شما، خیلی ممنون.